سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من میسم منیکس هستم و خیلی خوش اومدین به یه ویدیو جدید از چنلمون. خوشحال میشم که تا آخر ویدیو با هم همراه باشی و لایکش کنی. و به بالاخره با آرزوم رسیدم. خوش به حالی که با آرزو رسیدی. شوخی میکنم بچه ها، اینا آرزو نیستن، چیزای پیش و پا افتاده این، ولی به هر حال خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب الان رو تامنیل دیدین که نوشتم اکانت میلیونی خریدم، ولی الان تو گیم پلی که داری میبینی خبری از اکانت میلیونی نیست. دارم با همون اکانت قبلیم پلی میدم. داستان چیه؟ دارم کلیک بیت میزنم. نه هنو با اون اکانت که خریدم گیم پلی نگرفتم. ایشالله ویدیو بعدی با اون گیم پلی میگیرم و میذارم براتون فیز ببرین، عشق کنین اصلا با گیم پلی. آره الان اینجا آمدم خبر بدم که آره اکانتو خریدم و بهتون نشونش بدم که چیا داره. همین که اکانتو گرفتم سریع یه ویدیو کلیک کردم که بیام مشخصات اینا رو نشون بدم، پشماتون بریزه، فر بخورین. چند تا میتیکو اپیکو لجندو گانو مانو اسکینو اینا داره. حالا آره خلاصه یکم گیم پلی ببینین. اینجا رو نگاه کنین، 4 تا شات، 5 تا، نه این چهارمی این پنجمی. آره خلاصه امیرالمؤمنین بود که نمیمرد، 5 تا شات زدم به زور. آره حالا یکم گیم پلی ببینین تا برسیم به ویدیو مشخصات اکانت. اینجا هنوز اکانت خودم ها دارم پلی میدم. این اودن متیگه برای یکی از یاران بود. آره خودم از اینا نداشتم. خب بریم گیم پلی ببینین تا برسیم به مشخصات اکانت. مغلوبم. خیلی میسم میخوام به من تجاوز کنم. I'm down. برو دمیج برو دمیج. Your teammate is on the revive flight. Engaging the enemy. Enemy down. Enemy is near. Enemy eliminated. Never mind. Airdrop incoming. Engaging the enemy. كالربا يدلع حتى يمنوك فقدت Enemy down. Airdrop is Enemy eliminated. It's safe zone. Enemy eliminated. Enemy down. Enemy eliminated. Trap deployed. Engaging the enemy. Reloading. خب رسیدیم به ویدیو اکانت. همینطور که دارید میبینید لول 300 اسمش هم که سی پی یوه. حالا اینا مهم نیست.
بریم تو مشخصاتش ببینیم چیا داره. خب اینجا که هیچی، بیسیکش 15 بار بتل لجند شده و مولتی هیچی لجند نشده، ولی بتلش 15 بار لجند شده. حالا میریم روی گانا. اینجا رو ببینید پشماتون، به 4 تا متیک، 37 تا لجند، 502 تا اپیک. متیکاش که یه دونه فنکه، اودن، کیلو، EM2. آره این 4 تا. فقط یه چی کم داره، یه دونه 47 کم داره، یه دونه FFR کم داره، یه دونه M13. اینا رو داشت دیگه تکمیل بود، خدا بود اصلا. یه دیل هالیده هم داره. خب لجندا رو ببینید، لجندا الان زیاد برای مهم نیستن اصلا، خیلی خرپولن مثلا. آره خب بیایم پایین تر. این انفوره رو داره که تو همین چی بود، ایونت بود، ماموریت بود، چی شانسی مانسی ها میداد. آره MX9 لجند رو داره. اینایی که من زیاد ازش استفاده میکنم، یکی همون انفوره، یکی MX9. پایینم این QQ9، چون با PC پلی میدم بیشتر هیپ فایر میزنم، تا بیشتر مثلا SMG برمیدارم تا شاتگان. 47 کروماکو رو داره، 47 فقط کروماکو رو داره. یه دونه 47 یخی هم داره که بیشتر همین کروماکو بازی میکنم. پایین تر کیارم لجند رو داریم. HS هم داشت که تکمیل بود دیگه، ولی فقط کیارم داره. آره پایین تر دیل زیلات رو داریم. خودم با زیلات پلی میدم تا هالیده. خب میرسیم به گان پیکا که زیاد برام مهم نیستن، اصلا مهم نیستن اصلا. چیو داریم؟ میایم پایین همینجوری ببینید کانتو رو، گانا رو. اینجا HS اسکلتی رو داریم. خب دیگه اینا مهم نیستن، حالا میزنیم بریم تو اسکینا. خب اسکینا هم یه دونه اسکین متیکو داره، اسکین متیک اسپکتر. 2 تا لجند داره، لجند پانتوم و ریپر. آره این 2 تا. حالا من از اینا هیچ کدومش استفاده نمی کنم. یه اسکینای دیگه هست اون خیلی خفن ترن، اونا رو استفاده میکنم، گیم پلی بالتر در میاد. حالا با اون اسپکترم گیم پلی میگیرم میذارم براتون، اگه خوشتون بیاد کامنت کنید با چه اسکینی پلی بدم. حالا اصلا مهم نیستن الان این یکی ها که چند تا 264 تا اسکین اپیک، 84 تا هم عادی. آره اسکین اپیک هم که برای گردونه و کریت و ماموریت ها. آره ایناست. خلاصه اسکین مسی هم داریم، حالا نمیدونم رسیدم بهش، ردش کردم چی. آره اینم از اسکین ها. سایرن هم 2 تا داره. اینم اسکین هم برای MX9 بود، MX9 لجنده. آره اینم این یکی سایرن. خلاصه اینم مسی که گفتم بهتون. خلاصه این اکانت اسکیناش زیاد اسکینای بالی نداره، بیشتر گاناش به دلم نشست، به خاطر همین گرفتمش. آره دیگه برسیم به ماشین و اینا، ببینیم چه ماشینایی داره. اینا 2 تا ماشین لجند، چاپر لجند هم داریم. 3 تا همین گان لجند داد، 47 کروماکو، اون AGR. آره برای همون شانسی که میداد بهمون. خب یکی 2 دقیقه، 1 دقیقه، آره 1 دقیقه گیم پلی با موبایلم ببینیم. خلاصه دمتون گرم که تا اینجا با هم همراه بودید و ویدیو رو نگاه کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار. Trap deployed.